درود میفرستیم به شما همراهان و بینندگان برنامه. خیلی سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه هستین. به بخش پایانی از این قسمت ویژه برنامه علمی نو در رابطه با المپیادهای علمی رسیدیم. همچنان آقای علی شهسواری با ما همراه هستن و داریم سوالاتمون ازشون میپرسیم و در رابطه با المپیاد برای شما دهمیا و یازدهمی‌های عزیز صحبت میکنیم. آقا خسته نباشید. سلامت باشین. خیلی ممنون. به بخش پایانی رسیدیم. یه سوال چالشی میخوام بپرسم، اونم اینه که عوامل مهم موفقیت توی فضای المپیاد چیا هستن؟ به هر حال یه مقداری دیگه کنکور دم دستیه برامون، میدونیم یه سری تست و آزمون و کنکور و اونا رو تست و آزمون مشابه رو انجام میدیم و میریم جلو، روندش دستمون بیاد، میدونیم که آقا مثلا از این طریق میتونیم موفق بشیم. یا شاید فضای کنکور، نمیگم اصلا، ولی خیلی مشاور محور و معلم محور نباشه دیگه. با این کتاب‌های کمک آموزشی کسی بتونه خودش دیگه درس رو بخونه و پیش بره. توی فضای المپیاد به چه صورت هست؟ عرض به خدمتتون برای مرحله اول صحبت بکنیم، بعدش هم بریم حالا قسمت‌های دیگه هم توضیح بدم. ببینید برای موفقیت در مرحله اول بچه‌ها تو اون رشته‌هایی که شرکت کردن حتما منابعش رو بررسی بکنن و یکی از بهترین روش‌هایی که خلاصه مجربم هست و امتحان پس داده این که سوالات سالهای قبل رو هم بررسی بکنن و کف قبولی رو هم در بیارن. یعنی این که مثلا من اگه قرار باشه که در المپیاد ریاضی شرکت بکنم، به طور میانگین تو سالهای قبل با چند تا تست قبول می شدن. یه هدف گذاری به این شکل برای خودشون داشته باشن که یک محدوده ای از سوال رو با توجه به سطح سوال جواب بدن. یعنی اگه ما مثلا آسان تر باشه احتمالاً نزدیک میشه به اون کف قبولی که بالاتره و اگه سخت تر باشه مقدار پایین تر. که قبولی توی مرحله اول المپیاد خیلی پیچیده نیست و برای بچه‌ها شدنیه. فقط کافیه که این قسمتی که گفتم برن جلو. حالا بچه‌های دهم یه قسم تو بعضی از المپیادا چون کلی داریم صحبت میکنیم، باز میگم فضای بعضی از رشته‌ها ممکنه که کامل تو این چیزی که من میگم قرار نگیره، ولی به طور کلی همینه. حتما سوالات سال‌های قبل رو بررسی بکنن و حتما یه سری به اون منابع بزنن. بچهای دهم که حالا یه سری قسمت‌ها رو بلد نیستن، باز از رو همون کتاب‌ها و حالا محتوایی که هست و در دستشون هست میتونن اونو جبران بکنن. برای موفقیت به طور کلی در المپیاد، یعنی برای اینکه بتونن مرحله 2 و جهانی انشالله مرحله 3 و حالا بعدش جهانی رو اینها بتونن موفق بشن، یعنی هم بتونن در مسابقات کشوری انشالله موفق باشن، هم بعدش که حالا راهکارهای خاص خودشو داره. من کوتاهش اشاره میکنم چون بیشتر حالا محوریت بحث مرحله 1. ببینید برای موفقیت تو اون قسمت راهنما خیلی مهمه. یعنی نکته که شما گفتی اینجا این که خلاصه مسیر رو چجوری باید بریم، چه کتابایی استفاده بکنیم، چی رو بخونیم، این که در واقع توی اون آزمون‌های پایانی معمولاً چه سرفصلایی میاد، برای اون چه کتابایی بهتر استفاده بکنیم، چقدر تو هفته باید درس بخونیم. اینا لازمه که حتما مشورتایی داشته باشن. خب یه سری محتوا مثل کارهایی که علمی نو میکنه، زحماتی که دوستان دارن، خب خیلی کمکشون میکنه. صحبت با بچه‌هایی که سالهای قبل مدال گرفتن، این میتونه کمکشون بکنه. و به طور کلی برنامه‌ریزی بلند مدت میخواد که اگر این باشه تو اون مراحل هم میتونن موفق باشن. البته باز تاکید میکنم حتما قبل از این که بخوان حرفه‌ای المپیاد بخونن، به این معنا که وقت زیادی رو بخوام اختصاص بدن به المپیاد، باید استعداد و علاقهشون رو قبلا سنجیده باشن و انشالله با آگاهی تو این مسیر قدم بزنن انشالله. پس برای مرحله اول شد خوندن همون درسای خودشون با توجه به رشته‌ای که میخوان شرکت بکنن، سالهای قبل اونا رو بررسی بکنن و کف قبولی رو هم در نظر بگیرن که تا چه حد باید تلاش بکنن. یه جورایی البته بررسی سوالات سالهای قبل میتونه بهشون کمک بکنه که به چه سمت و جهتی، از این جهت که چطوری بخونن کمک کنندشون باشه. به خصوص بچه‌های 11 خب قسمت خوبی از سرفصل‌ها رو بلدن و
محک خوبی میتونه براشون باشه. ضمن اینکه یه سری محتوا هست توی اینترنت میتونن داشته باشن در رابطه با خود آموزش مرتبط با مرحله اول، حالا بعضی از رشته‌ها در دستشون هست. بسیار عالی. اون شبکه قبول شده های المپیاد هم که چند دقیقه پیش بهش اشاره کردین، اگر شکل بگیره به نظرم تو این زمینه هم خیلی خوب میتونه بچه‌ها کمک بکنه. از این جهت که شاید خیلی‌ها با فضای المپیاد کلاً آشنا نباشن و بتونن از همین ابتدا کمکشون بکنن. میگم علمی هم کارهای خیلی خوبی تو این زمینه انجام داده، جهت بدن بهشون. همین درس خوندن ابتدایی هم اینم میتونه خیلی کمکشون بکنه. یا شاید معلم هایی که قبلا خودشون تجربه داشتن تو این فضاها بودن به بچه‌ها میتونن به نظرم خیلی کمک کنه. دقیقاً. بسیار عالی. سوال پایانی رو از شما بپرسم، اونم در رابطه با بازه زمانی آزمون‌های مختلف و مراحل مختلف المپیاد است. به خدمتتون عرض کنم که ثبت نام المپیادهای علمی همیشه معمولا توی آذر ماه اتفاق میفته، مگر حالا اتفاقاتی که در سالهای افتاده. حالا امسال هم 8 تا 18 که معمولا هم تمدید میشه. بله. آزمون مرحله اول در بهمن برگزار شده، اوایل بهمن معمولا، حالا تو هفته اول دوم بهمنه. نتایجش تو اسفند اعلام میشه و به خدمتتون عرض کنم که آزمون مرحله دوم که از بین پذیرفته شده های مرحله اول برگزار میشه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت معمولا، که امسال هم تو دفترچه فروردین رو ذکر کردم، معمولا در واقع اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت برگزار میشه. کسایی که توی مرحله دوم اردیبهشت پذیرفته بشن بعد از برگزاری امتحانات نهایی نتایج میاد و تو تیر اعلام میشه بهشون معمولا، و یه دوره‌ای خود باشگاه دانشپژوهان از تیر به مدت معمولا بین 4 هفته تا 8 هفته متغیر بوده، رشته به رشته متفاوته، برگزار میکنه. این میشه مرحله سوم که دوره 40 هم بهش میگن. به خدمتتون عرض کنم که از بین پذیرفته شده های مرحله اول یه تعدادی در واقع مدال طلا، مدال نقره یا برنز میگیرن. اگر حالا یکی مثلا خیلی نمراتش پایین باشه ممکنه مدال هم نگیره، دیپلم افتخار بگیره. بله. راجع به در واقع رشته المپیاد فیزیک و رشته المپیاد کامپیوتر بین مرحله 2 و 3 مرحله عملی هم هست. بله. به خدمتتون عرض کنم که نکته دیگه راجع به تعداد مدال ها اینجا یه اشاره داشته باشیم بعد نیست. ببینید تو رشته المپیاد ریاضی 60 نفر کلا قبول میشن مرحله 2 رو، که از این تعداد 12 تاشون مدال طلا میگیرن و به خدمت شما عرض کنم که هولوش نصف باقی مونده شون که فکر می‌کنم 24 تا میشه، 24 تا مدال نقره میگیرن، 24 تا مدال برنز. پس تو رشته ریاضی ما 12 مدال طلا داریم. از این 12 تا 6 تاشون انتخاب میشن برای تیم ملی و رفتن برای مسابقات جهانی. توی کامپیوتر و باقی رشته ها، یعنی غیر از المپیاد ریاضی، باقی رشته ها همه 40 نفر قبولی در مرحله دوم است، یعنی 40 تا انتخاب میشن. تعداد مدال طلا متفاوته در این رشته ها که باز همه اینا با جزئیات توی دفترچه هست. همه یه صحبتی که می‌کنیم خود باشگاه من دیدم اینو اومده خلاصه تو قالب چند تا در واقع صفحه توضیح داده و حالا تو جدول خیلی در واقع مناسب بود. به نظرم بچه‌ها حتما نگاه بکنن. تو من 7 رشته اصلی رو که بیشترم شاید سوال باشه برای بچه‌ها یه اشاره بیشتریش بکنم. تو المپیاد کامپیوتر 8 مدال طلا توزیع میشه، توی المپیاد فیزیک و نجوم 10 مدال طلا، و گفتم دیگه نصف این تعداد معمولا برای مسابقات جهانی انتخاب میشن. تیم ملی ایران در مسابقات اصلی جهانی و المپیادهای جهانی نصف این نفرات بعد از یک دوره‌ای که از مهر و آبان شروع میشه تا تقریبا مثلا اسفند و فروردین، بعضا حتی اردیبهشت سال بعدش تیم‌ها انتخاب میشن. رشته زیست شناسی و رشته شیمی 8 مدال طلاست و حالا نقره و برنز تعداد باقی مونده به خدمت شما عرض کنم 16 تا برنز و 16 تا نقره دارن.
چیو گفت ادبی رو که شما علاقه داشتید، ادبی 18 مدال طلا داره، 12 تاش برای بچهای انسانیه، 6 تاش هم رشته. آره که حالا بچهای ریاضی و تجربی رو معمولا توش مخصوصا حالا سال اخیرم توجهی دارن بهش. بله این راجع به تعداد مدال ها که همونجوری که گفتم تعداد مدال های طلا زیاد نیست، حتی من میگم اصلا تعداد مدال ها زیاد نیست. یعنی به خصوص بچه‌هایی که اولا اینجوری بگم، حتما من توصیه میکنم که بچه‌ها بیان خودشونو محک بزنن، به خصوص در پایه 9 و پایه 10 بیان خودشونو محک بزنن، این استعداد خودشونو بسنجن، علاقه خودشون رو بررسی بکنن، اگه علاقه‌مند هستن بیان سمتش. ولی اگر مشخص شد که واقعا خب آدم این مسیر نیستن، به نظر من این ریسکو نکنن. من مثالی که برای بچه‌ها میزنم میگم که شما اگر کسی استعداد المپیاد نداشته باشه یا المپیادی نباشه، لزوما به این معنا نیستش که آدم موفقی نیست. مثل کسی که فرض کنید یکی تو رشته والیبال استعداد داره، یکی تو بسکتبال استعداد داره، اونی که والیبالیست برتری نسبت به بسکتبالیست نداره، بسکتبالیست هم برتری نسبت به والیبالیست نداره. حالا یه تفاوتایی تو خود فوتبال هست، مثلا اونایی که پرسپولیسیان خب قطعا یه برتری نسبت به استقلالیه دارن، اینا چه خودش هست. ولی حالا جدا از این موضوع، بین کسی که مثلا رتبه یه رقمی کنکور میگیره با کسی که مدال طلای المپیاد داره، من تفاوتی از جهت اینکه این آدم موفقیه جزء ویژه‌های خودشه و اینم هست نمیبینم. چون من خودم دانش آموز داشتم که این سال 9 تو المپیاد بود، آخر 9 گفتیم آقا شما المپیاد ادامه نده، رتبه مثلا 9 کنکور ریاضی شد. دانش آموز داشتیم همین اتفاق براش تو پایه 10 افتاد، رتبه 2 کنکور ریاضی شد. دانش آموز داشتیم اصلا سمت المپیاد نیومد، گفت من علاقه‌ای ندارم و نمیتونم تو این فضا رقابت کنم. یکی تجربی شد. واقعا از این موارد کم نیستن. برای همین من توصیه‌ام اینه که بچه‌ها سمت المپیاد بیان، مخصوصا محله خودشون رو میتونن محک بزنن. به خدمتتون عرض کنم که برای حرفه‌ای المپیاد خوندن هم به خصوص پایه 9 و 10 فرصت خوبیه، کم علاقه خودشون رو بسنجن، همین که بتونن بفهمن که واقعا مستعد هستن یا نه. که حالا این دوستان ما در علمینا هم دارن سعی میکنن که همین مسئله انشالله برای بچه‌ها هموار کنن. هم شناخت خودشون هم شناخت فضا خیلی بچه‌ها دارن کمک میکنن. توی صحبت‌های پایانی میخواستم ازتون بپرسم که اگر خودتون حرفی، حدیثی، سخنی دارین که من موضوعشو مطرح نکردم بفرمایید. ولی خب فکر می‌کنم این جملات آخرتون خیلی جنبندی خوبی بود که آره کسایی که دوست دارن شرکت بکنن به طور کلی خودشونو بشناسن، فضا رو بشناسن و اگر علاقه داشتن بیان. اما با همه این موارد و مسائلی که فرمودین، اگر باز نکته‌ای هست که بهش اشاره نشده خوشحال میشیم بشنویم. من یه چیزی رو دوست دارم اینجا بگم، حالا نمیدونم تا چه حد و چه مخاطبای این برنامه رو میبینن، چون تو گفتگومونم راجع به صحبت کردیم. من خیلی دوست دارم که بچه‌های مستعدی که حالا تو شهرهای مختلف هستن و احساس میکنن که به واسطه این که حالا شاید دسترسی به معلم ندارن یا تعداد و حجم برنامه آموزشی که خلاصه دیگرانی در تهران حالا طبق فرمایش شما دسترسی بهش دارن، اونا اونجا دسترسی ندارن، یا هر کدوم از این سوالات ابهاماتی که برشون هست، من دوست دارم اونایی که واقعا مستعدن و علاقه‌مند هستن بیان جلو. و من به عنوان کسی که خب شاید نصف عمر کاریم رو تو این حوزه گذروندم میگم که واقعا شدنیه. و فضای المپیاد اتفاقا فضاییه که درسته یه مقدار تو سالهای اخیر به خصوص کنکوریزه شده اصطلاحاً، یعنی تو اون سعی کردن مهندسیش بکنن، ولی واقعاً اون فضای منعطفی داره. بله. و یه چیزی که تعیین کننده هستش تو فضای المپیاد، اون
استعداد بچه هاست توی حالا به خصوص توی سری رشته ها، اون چرخش های ذهنی، اون نوع نگاه کردن به مسائل. بچه‌هایی که علاقه‌مند بودن با کنکور متفاوته این. آره، بچه‌هایی که علاقه‌مند بودن بیان جلو، حالا با دوستان مرتبط بشن. من خودم واقعا دوست دارم کمک بکنم. اگر دانش آموزایی باشن، حالا تو این برنامه عرض می‌کنم که اگه دانش آموزی بودن که تو این حوزه نیاز به مشاوره داشتن، حالا از شهرهای مختلف و اینها، چه از طریق دوستان چه حالا هر طریقی که به همین شکل از طریق علمینا اتفاق بیفته، انشالله من کنارشون هستم و دوستانم میدونم که این دغدغه رو دارن و انشالله حالا برنامه‌ای هم دارن که بشه این فاصله رو کمتر کرد تو آینده انشالله. هرچند که سالهای اخیرم خیلی بهتر شده، ما واقعا شاهد این باشیم که از اقصانقاط کشور انشالله موفقیت‌های خیلی خوب توی المپیاد. قطعا همینطور هست. خب خدا رو شکر همونطوری که گفتین روند خیلی روند رو به رشد و رو به بهبودی هست. امیدواریم که این ادامه داشته باشه با شیب و شتاب بهتری. خیلی تشکر میکنم از شما آقای علی شخص‌سواری، عضو هیئت مدیره مدارس انرژی اتمی، مدیر سابق باشگاه المپیاد مدارس انرژی اتمی و یکی از افراد با تجربه در المپیاد همراه من بود و با هم دیگه صحبت کردیم. ویژه و به طور خاص هم از تک تک شما دختر خانوم ها و آقا پسرهای 10 و 11 که تا پایان این قسمت از ویژه برنامه المپیادی علمینو با ما همراه بودن خیلی تشکر میکنم. اینو هم میخوام بهتون بگم که دغدغه اصلی بچهای علمینو عدالت آموزشی، رسوندن منابع و مواد و مصالح در اختیار شما باشه و صرفاً تلاش شما نقاط تمایزتون رو ایجاد بکنه. این نوید رو بهتون میدم که یک قسمت دیگه از این بخش برنامه‌ها باقی مونده و دعوت میکنم که توی برنامه دوم هم با ما همراه باشید. برای تک تکتون آرزوی موفقیت داریم. مراقب خودتون باشین. یا علی، خدا نگهدار.